سلام باز دوباره. نمیدونم من لوکیشنی موبایل کم چینج کردم به خاطری که گفتم یکم لایتینگ درست بیه. خب داشتم میگفتم من دیشب پیج اینستاگرام خود فعال کردم. بعد خیلی نفرا که برایم SMS کرده بودن که اونا نمیتونن پیدا کنن، به خاطر از من تقاضا کردن که من یک ویدیو بذارم یا لایو بیایم برای اونا که اصلا توضیح بدم که کدام است. من یک بار دیگه هم که هستم پیج برایشون نشان میدیم. نام یوزرنیمی که من استفاده کردم هست ulfa.ana24 که میتونیم اسپل کنیم ULFA dot یا همون نقطه ANA24. پایین عکس که ببینین اسم اسمی که استفاده شده پایین عکس هست اناهیتا الفت 24. اناهیتا الفت 24 پایین عکس دی پی که استفاده شده. بعد دی پی هم که هست یک عکس سیاه و سفید است. پست آخر من در کدام، یعنی پست اول من نشان میدم الان پست کدام است توی اینستاگرام. پست اول من ای است که یک چیزی نوشتم پایین، چی نوشتم just take it step by step که در 5 مارچ گذاشته شده. من برای شما پست دومم که نشان میدم که همه کنفیوژن ها که دور شد. پست دوم ای است که من یک چیزی نوشتم Sunday workout at home with this song I really feel something different is coming. و همه تو پست آخر که الان اگه بریم چک کنیم است. پست یکی به آخر من یک چیزی گذاشتم همه کسایی که تازه کسته در اینستاگرام من پیوستن اونا رو کسی ویلکم کردم. و پست آخر الان که ای است. الان 25 تا پست فقط گذاشته شده توی اینستاگرام من. امیدوار هستم من همه چیزا رو توضیح دادم. امیدوار هستم دیگه کنفیوژن اینا که نباشه دیگه که پیج اینستاگرام من کدام است. پیج فیسبوک من که فکر میکنم فاینال شده، همه میدونن الان پیج فیسبوک من است. برای وریفیکیشن اپلای کردم، یک چند وقت بعد دیگه پیجم که هست وریفای میشه. چرا من اینقدر روی سوشال میدیا پیجای اینستاگرام و پیجای فیسبوک به خاطر که من کدام کانکشن ندارم با کدام تلویزیون و دوست دارم ایندیویدوالی که کار کنم. فیسبوک، اینستاگرام تنها سورسی هست که میتونین آهنگای مرا که از او طریق هست به دست بیاره. تبریک میگم به همه. پیج اینستاگرام ما که فعال شد. یکم وقت بدین مرا. من میخوایم یوتیوب چینلم که پابلیش کنم برای واینز و این چیزا. و تصمیم گرفتم که یک چند وقت فیسبوک که همینجا که ما استاپ کنیم. من در توی اینستاگرام فعالیت دارم. امیدوار هستم شما عزیزا که اونجا ببینم. روز خوش همه شما رو که دوست دارم. امیدوار هستم همیشه که مثبت باشین، ورزش کنین
ورزشکار باشین. منتظر شما هستم در اینستاگرام. بای.